سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. با آقای انصاری استاد انصاری صحبت کنم. بفرمایید خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ اسماعیل هستم از ایران زحمت. آقا اسماعیل بفرمایید. صدامون پخش میشه؟ صداتون داره پخش میشه، بفرمایید. استاد محترم، ما یک سوالی داشتیم که آیا امام زمانی که ایرانیا یا اهل تشیع درباره‌اش تبلیغات میکنن و مردم از سر کار گذاشتن، آیا ما یک امام زمان داریم یا نداریم؟ یعنی اون فرق میکنه چطوری هست؟ یک سوال. سوال دیگه ای که چیز هست راجع به این چی میگردش، راجع به چیز خانم پیامبر علیه السلام یا حضرت عایشه یا تبلیغات خیلی چیز اینای بارز انجام میدن. یا یک سری از کتابای حدیثی که از اهل سنت هست درباره اینا تفسیر میکنن. نمیدونم دستوری کردیم راجع به روایتایی که درباره قدیر خم هست، اینا را نمیفهم. میگن که اهل سنت دستوری کرده این واقعا درست هست. درست باش، چشم. یک کم درباره من بیشتر شکم درباره امام زمان هست. آیا ما به اون امام زمانی که ما اعتقاد داریم فرق میکنه یا نمیکنه؟ چطوری هست؟ ممنون، متشکرم. تشکر از شما. چشم، من انشالله در این مورد صحبت میکنم. تشکر از تماستون. زنده باشید. زنده باشید. ببینید کلن اون امام زمانی که اینا بهش اعتقاد دارن با مهدی موعودی که ما بهش اعتقاد داریم کلن فرق میکنه، هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن. اهل سنت به امام زمان یا به مهدی موعود اعتقاد دارن، منتها اون مهدی که ما بهش اعتقاد داریم یا کسی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بشارت ایشون رو به ما داده کلاً با امام زمان شیعه از ریشه فرق داره، از ریشه و اساس فرق داره. مثلا امام زمان اینا میگن که فرزند از نسل فاطمه زهرا از فرزند حسین ابن علی است. ما در همین جا باشون مشکل داریم، اختلاف داریم. ما میگیم نه، از نسل امام حسن است. فرق کلی این است که امام زمان اینها جزء اساسی از مذهبشون است که قرآن اصلی دستشه، مدیریت دنیا دستشه، همه این خرافات و خزعبلاتی که ادعا میکنن دستشون است. مهدی ما یک انسان مصلحی هست که در آخر الزمان میاد دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. به قول یکی از علما، یعنی شاید یک رئیس جمهوری باشه، شاید خلیفه‌ای باشه، شاید یک فرمانده ارتشی باشه، شاید یک افسری باشه، ضابط بنیدونم، یعنی یک موجود عجیب و غریب نیست. اینها به یک موجود عجیب و غریب، به یک فیلم کارتونی اعتقاد دارن. یه الاغی داره که نمیدونم این الاغش نمیدونم فلان کیه که از این ور دنیا با اون ور فوت میکنه، تانکات آتش میگیره، یه اینطوری میکنه، هواپیماها پرت میشن پایین. یک حرفایی که دیگه یعنی به درد فیلم‌های کارتونی میخوره. کلاً امام زمان ما و امام زمان اینها زمین تا آسمان فرق داره. من در شروع برنامه اگر متوجه بودید عرض کردم که اینا در مقابل هر مقدس یک مقدس دیگری ساختن. در مقابل قرآن ما میگن که قرآن 17000 آیتی که پیش امام زمان هست. در مقابل محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم حضرت علی رو علم کردن. در مقابل مهدی موعودی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به آمدنش بشارت دادن امام زمان رو علم کردن. اینا از هم دیگه کلا جدا هستن، هیچ ربطی ندارن. در موردی که چرا حضرت عایشه رو بعد اینا کی رو خوب میبینن، من همیشه گفتم یک اصل رو همیشه در زندگی داشته باشید. کسی که بیشترین خدمات رو به اسلام کرده این شخص مبغوض‌ترین انسان در نزد شیعه است. خالد به اسلام خدمت کرده، ازش بدشون میاد. عایشه به اسلام خدمت کرده، ازش بدشون میاد. طلحه و زبیر به اسلام خدمت کردن، ازش بدشون میاد. عمر به اسلام خدمت کرده، به ایران خدمت کرده، ایران رو به دایره اسلام داخل کرده.
دین محمد مصطفی را به اقصا نقاط دنیا رسانده، با عمر دشمنن. با ابوبکر که جانشین پیامبر شد و دین اسلام رو در اون وضعیت بحرانی، از اون چالش هایی که در مقابل پیامبران دروغین و قبایل و غیره در جزیره العرب داشت حفظ کرد، با کی که به اسلام خدمت کرده اینا دوستن. من بارها گفتم، بازم تکرار میکنم، گاهی اوقات آخوند شیعه شنیدید که تو شبکهشون بیاد به ابو جهل و ابو لهب و امیه ابن خلف و نمیدونم عتبه و شیبه و ربیعه و عبدالله ابن ابی ابن سلول و سران بنی نذیر و بنی قریظه و بنی قینقاع به اینا فوش بده، توهین بکنه، لعن و نفرین اینا بکنن. یا در حسینیه دیدید که گاهی اوقات لعن ابو جهل و ابو لهب و اینا بکنن. نه، با اونا کاری ندارن. اینا ادامه دهنده مسیر اونا هستن. اونا اسلام رو ضربه زدن با چی؟ با جنگ علنی در مقابل پیامبر صلی الله علیه و سلم. اینها با تظاهر به اسلام دارن به اسلام ضربه میزنن. صبح تا شام به ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و عایشه و حفصه و همسران پیامبر، اهل بیت پیامبر توهین میکنن. به حضرت علی هم که دیدید جانور عظیم الجثه و شکم گنده کچل و نمیدونم فلان، اینا در کتاباشون کی رو گذاشتن؟ اینا به هر کی که به اسلام خدمت کرده اینا با اون خیانت میکنن، مورد طعن و لعن و نفرین قرار میدن. و هر کسی که به اسلام ضربه زده در طول تاریخ باش کاری ندارن. این دندن اینا بوده، کار اینا بوده، روششون بوده از صدر اسلام تا الان. بارها گفتم، یک شیعه مرد پیدا بشه بگه که در تاریخ تشیع یک وجب از سرزمین‌های اسلامی رو یک فرمانده شیعه، یک مجاهد شیعه، یک حکومت شیعه تصرف کرده باشه. تاریخ صفویت رو بخونید. اهل سنت رو قتل عام کردن در ایران. عثمانیایی که اگر صفویت در ایران به وجود نمی اومد امروز همه اروپا مسلمان شده بود. جلوی فتوحات اسلامی رو همین شیعه صفوی گرفتن که وقتی که سلطان سلیمان قانونی مشغول فتح اروپا بود، یونان، مجارستان، نمیدونم این کشورهای چکسلواکیا و نمیدونم این بوسنا و این مناطق رو همه رو اینا فتح کرده بودن. یعنی شما تصور کن اروپای شرقی تقریبا میشه گفت که 90% دست مسلمان ها بود. اینها مشغول فتوحات بودن در اونجا. شیعه رافضی به جایی که کمک بکنن به مسلمان ها، از پشت سر حمله میکردن به دولت عثمانی. خب کم که نبودن نسل یجوج و مجوج، حمله میکردن به طرف ترکیه و دولت عثمانی رو پریشان میکردن. جبهه پشت سرشون در طول تاریخ ضربه زدن به اسلام با خیانت، با دست به دست دشمنان دادن. بغداد رو، دولت عباسی رو که سقوط داد. خواجه نصیرالدین طوسی و ابن القمی که با مغول همدستی کردن، درهای بغداد رو باز کردن. مبارزینی که در بغداد بودن اونا رو خالی کردن، فرستادن به جاهای دیگه و سبب سقوط خلافت عباسی شدن که بزرگترین فاجعه در تاریخ اسلام بود. کتابخانه ها آتیش زده شد، بقیهش به نهر دجله و فرات انداخته شد. میراث فرهنگی اسلام نابود شد به دست همین دوتا رافضی که خیانت کردن به حکومت عباسی. در طول به صلاح الدین ایوبی همینا خیانت کردن. فاتح قدس بعد از سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه. قدس 2 مرتبه فتح شده، اول بار عمر، دوم بار صلاح الدین ایوبی. ترور صلاح الدین ایوبی به دست یکی از شیعیان صورت گرفته. در قتل سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه به دست ابولوله مجوسی فارسی صورت گرفته. در طول تاریخ اینا ضربه زدن به اسلام. اگر اینا نمی بودن امروز ما هیچ مشکلی نداشتیم. یهودیت و نصرانیت و این همه کشورهای کفری همه اینا فتح شده بود در زمان عثمانی‌ها. اینها بودن که متوقف کردن فتوحات اسلامی رو. سلطان سلیم اومد تارمارشون کرد تا همدان رو گرفت. دوباره که برگشت دوباره شروع کردن. هر موقعی که فرصت پیدا کردن به حکومت اسلامی ضربه زدن، بیارن یک وجب از خاک اسلامی رو که دست کفار گرفته باشن. در عراق با کفار همکاری کردن. همین سیستانی ملعون عراق رو فروخت، در مقابل 200-300 میلیون دلار فروخت به آمریکا. دونالد رامسفلد در کتاب خودش اینو ذکر میکنه. در افغانستان ایران همکاری کرد که افغانستان سقوط بکنه به دست آمریکا. در سوریه امروز مسلمان ها قتل عام میشن به کمک همین سپاه پاسداران و حکومت ایران. در یمن جنگ داخلی و برادرکشی امروز جریان داره. به جان همدیگر انداختن این ملت رو به خاطر 4 تا مزدوری که سپاه پاسداران ایران تربیت کرده بودن. از کدوم یکیشون بگیم ما؟ هر جایی که خیانت به اسلام بوده یعنی جای پایی از روافض هست. هیچ مصیبتی بر امت وارد نشده الا که جای پایی از اینها هست.
چون اینا در لباس مسلمان، در لباس تشیع، در لباس محبت اهل بیت فریب میدن مردم رو.